از روزی که ما جهاد رو ترک کردیم این ذلت ها برای ما آمده. از روزی که ما جهاد رو ترک کردیم قوت ما درون خود ما داره بر علیه خود ما صرف میشه. جهاد بود قوت و غیرت جوانهای ما تو میدان جهاد برای کفار صرف میشد، اما غیرت حالای ما شده خالوبازی تو پایباد، چاقو کشی و عربه کشی مسلمان بر مسلمان. جهاد ترک بشه قوت ما صرف خود ما میشه. برادر کشی ها، جنگ های داخلی، جهاد عزت ماست. و امروز هم مسئله فلسطین فقط با جهاد و عدالتی و سیاستی مثل سیاست عمر حل میشه. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى. فالحمد لله الذي فض وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا